میگن یه بنایی بود که 30 سال واسه یه آدمی کار کرد. بعد از 30 سال که به سن بازنشستگی رسید، صاحبکارش بهش میگه فلانی من خیلی از کار کردن تو راضیم، بیا نرو با هم دیگه همکاری کنیم. طرفم بهش میگه آقا من 30 سال دارم واسه کار میکنم، خسته شدم، میخوام یکم به خودم برسم، به خانوادم برسم، یکم سفر برم، زندگی رو درک کنم. صاحبکارش هم بهش میگه باشه، پس حالا که میخوای بری و تصمیم جدیه، به عنوان آخرین کار یه خونه واسه من درست کن. طرفم خیلی ناراحت میشه، میگه من 30 ساله دارم کار میکنم، الان در آخری باید خونه بسازم؟ تو رو درواسی قبول میکنه، شروع میکنه یه خونه واسه ایشون ساختن، از همه جای کار میزنه، شروع میکنه تخم‌مالی کردن به اصطلاح، با کمترین متریال و بی‌کیفیت‌ترین متریال یه خونه رو سرهم میکنه تا بسازه و بره به زندگیش برسه. کارش تموم میشه، صاحبکار رو صدا میکنه، میگه بفرما این خونه، اینم کلیدش. صاحبکارش میگه تو 30 سال پیش من صادقانه کار کردی، این هدیه من به تو، من میخواستم تو یه خونه رو خودت بسازی و هدیه بدم به تو. بنا انگار آب سرد میریزم روش وقتی میفهمه این خونه رو اینجوری ساخته و قراره که به خودش برسه. اینجاست که میگن هر چه کنی به خود کنی.